اول هر کار دانش آموزان این دبستان شهید بهرامی از روستای شوجستان از ما دعوت کردند تا در برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مهارتی که دارند شرکت کنیم. به نام خدا وقتی که زنگ ورزش داریم میایم اینجا بازی‌های فکری می‌کنیم. دبستان شهید بهرامی چند پایه است. به همت خیرین و انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی را متفاوت از سالهای قبل آغاز کردند. یکی از کارهای خیلی خوبی که امسال توی مدرسه اتفاق افتاده که با همکاری و کمک مدیریت محترم مدرسه و خیرین روستا بوده، احداث آزمایشگاه برای مدرسه بوده. سالهای قبل دانش آموزا برای کارهای علومشون فقط به صورت تئوری انجام میدادن کارهای علومو، ولی امسال به لطف کمکی که کردن خیرین بچه‌ها آزمایشگاه دارن و نیاز نیست برای آزمایش‌های علوم از اینجا تا آباده مسافت طولانی و با مشکلات زیاد طی کنن و آزمایش علوم رو انجام بدن. اینجا الان دیگه تو مدرسه خیلی راحت و خوب بچه‌ها درس علوم رو با آزمایش انجام میدن و هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد. مجهزیم به وسایل آموزشی و همه آموزش‌های کتاب علوم رو میایم اینجا انجام میدیم. ما در این چند سال نه کامپیوتر داشتیم نه امکانات زیادی. مدیرمون جای کتابخونه بهمون زده کتاب کم داره و یه کمد کتابخونه لازم داره. دانش آموزان شورستانی در کنار علم آموزی مهارت‌های زندگی را نیز تجربه می‌کنند. ما داریم نون می‌پزیم و ما خمیر کردیم. من نون پختن از مادرم یاد گرفتم و داریم نون می‌پزیم برای برنامه بچه‌ها. الان داریم سیب زمینی و قارچ خرد می‌کنیم. لوبیا دارم می‌پزم. چهارشنبه‌ها برای مدرسه غذای سالمی درست می‌کنیم و به بچه‌ها میدیم. ما در این مکان مقدس علاوه بر دانش و مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی رو به دانش آموزان آموزش میدیم. از جمله در هر هفته در یک روز مشخص از جمله پخت نان و آشپزی و مهارت‌های اجتماعی مثل تصمیم گیری، همدلی و یک شهروند خوب رو برای آینده کشورمون تضمین میکنه. و پس از آماده شدن غذای گرمشان صمیمانه از یکدیگر پذیرایی کردند. ها خوشمزه هم شده؟ نوش جان. اجازه بفرمایید. نوش جان بفرمایید. خودتون بفرمایید. کسب مهارت‌های زندگی در کنار علم آموزی باعث می‌شود تا دانش آموزان در خودآگاهی، همدلی، روابط اجتماعی، تفکر خلاق و توانایی در حل مسئله مهارت لازم را کسب کنند. برگزاری برنامه‌های متعدد و مختلف فرهنگی و هنری در بین دانش آموزان علاوه بر ایجاد روحیه نشاط در بین اونها انگیزه درس خوندنشون رو هم بیشتر میکنه.